خلاصه کتاب شازده کوچولو. بزرگسالان زیبایی سادگی زندگی و شور کودکانه را قربانی مسائل پوچ مثل قدرت طلبی و غرور، حس تملک بیهوده، کار بی هدف و اعداد و ارقام خوش کردند. درک زیبایی ها و ماهیت واقعی زندگی ورای ظواهر است و برای دیدن آن باید از سادگی و خلوص قلب کودکانه بهره برد. ارزش چیزی که به آن عشق می‌ورزی فراتر از ظاهر آن به خاطر وقت و حس مسئولیتی است که در قبالش صرف کرده‌ای.